سلام دادا جواد. سلام. خوبی سلامتی؟ معنی این شعر که مگر نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند میتونی به ما توضیح؟ بله، معنی این شعر به شما به یک داستان توضیح میدم که راحت تر بفهمیم، قابل درک باشه. میگه چوپان از راه رد میشد، بعد دید یه مار تو آتیش داره میسوزه، بعد مار رو نجات داده با مار راه افتاده. بعد مار به چوپان گفت که تو چون به من خوبی کردی میخوام پاداش خوبی تو بدم. از تو سوال میکنم کجا تو دوست داری که من از کجا تو نیش بزنم؟ دست تو نیش بزنم، پا تو نیش بزنم، از هر جا راحت تری. چوپان گفت که این که نشد کاری ما که با تو خوبی کردم، بدی که نکردم که تو میری دست تو نیش بزنم. گفت دیگه ذات من همینه، جواب خوبی من همین میشه، همین نیش زدن میشه، بعد تو نیش بزنم. گفت حالا بیا بریم همین رو بر که کسی ببینیم او خودی قضاوت کنه بین ما چی کاره، مثلا ما مقصرم یا تو مقصرم. همینجوری بیامدن برا به یک روبای بزدن. از روبا بپرسیدن که همین کار ما بکردم، حالا مثلا همین ما مقصر یا ما مقصریم. روبا گفت نه این تو نمیشه، باید شما عملی انجام بدین که تو چی رقمی را از آتش نجات بدین. پس دوباره ما رو انداختن تو آتش. ما رو که انداختن تو آتش، چوپان گفت چرا این کار کردیم؟ ما رو گفت که باید با آدمای بدزاد اینجوری رفتار کنیم که خوبی از روی زمین محو نشه. نیش عقرب نزرع کین است، اقتضاء طبیعتش است. بس منظور اینه که تا ذات بد به روی زمین وجود داره خوبی ها محو میشه. بله.